جوگی ها یا لولی ها مردمی از یاد رفته در افغانستان. آنها در مزار شریف در نزدیکی مرز تاجیکستان زندگی می کنند، نه در زمین های خود بلکه در زمین هایی که اجاره می گیرند. ما به خدا از همه در مردن خود رضا شدیم. از دست بی زمینی را این از صبح اگه کوچ کنیم همه اطفالای ما چی رقم زندگی بکنن، کجا بریم؟ افغان ها می گویند این قوم در میانه های عصر 19 از آسیای مرکزی به افغانستان آمد و در این سرزمین مسکن گرفت. در قانون اساسی جوگی ها به حیث افغان به رسمیت شناخته نمی شوند. سند هویت هم گرفتن نمی توانند و از بسیار حقوق ها محرومند. آرزوی ما همه است که ما هم قطار انسان ها زندگی بکنیم، زمین داشته باشیم، اطفال ما مکتب بخونه، درس بخونه، ما هم در دولت در کل کارا حق داشته باشیم. جوگی های افغانستان عین جوگی های تاجیکستان زندگی می کنند. زنان به تلبندگی مشغولند و مردها از پی کار خانه و نگاه بینی چاروا. در جامعه محافظه‌کار افغانستان مردان جوگی را طعنه می کنند که زنهایشان را به تنفروشی می فرستند. در مناسبت مقامات دولتی و اطرافیان با این جامعه می توانیم گفت یک نوع تضاد و یا سخت‌تر کرده بگویم تبعیض زیاد وجود دارد. بچه های جوگی به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که افغان ها در مکتب به آنها بدرفتاری می کنند. مقامات افغانستان اعتراف می کنند که از مشکلات زیاد حقوق جوگی ها صرف نظر می شود. با این جامعه در 10 سالهای گذشته بی‌اعتنایی شده است. هیچ کس مشکلاتشان را جدی نگرفته است. به فکر من این مسئولیت ماست در روند قانونی اعتراف آنها به حیث یک قبیله در افغانستان را شروع کنیم. تعداد لولی های افغانستان 30,000 نفر گفته می شود. حاجی رنگین یکی از آنهاست و با آوازخوانیش محبوبیت دارد. حاجی رنگین میگوید غم بی حقوقی را با آوازخوانی رفع می کند و آرزویش مثل آرزوهای دیگری جوگی های افغانستان است. در خدا ناله میکنیم، گیران میکنیم، یگامکی ما میگویم ما مردمم، همه دیگه مردم ها واره یک پرچه زمین باشه، یک صحیح زندگی کنیم، بچه های خود مکتب بانیم. در افغانستان که هزارها مشکل دارد، حمایه حقوق جوگی ها در اولویت نیست. ولی اگر پیگیری هم شود، ریشه‌کن کردن مناسبت منفی و تبعیض این قوم در جامعه آسان نخواهد بود.